سلام دوستان، غزل 331 حافظ رو میخوایم با هم دیگه بخونیم. به تیغم گر کشد دستش نگیرم، وگر تیرم زند منت پذیرم. خب این بیت نشون میده که یک کسی هست که میخواد به سمت راوی تیغ بندازه و راوی خیلی دوست داره که اون تیغ رو بندازه و اگرم بخواد به سمتش تیر بندازه باز اینم خوشحال میشه. پس ما میتونیم یه نتیجه کلی بگیریم و اونم اینه که راوی ما بازم عاشق شده و یه کسی رو دوست داره و دست بر قضا اون فرد یه آدم خیلی خشن هست، چرا که میخواد تیر بندازه، تیغ بزنه و حرکات خشن از خودش نشون بده. کمان ابرویت را گو بزن تیر، که پیش دست و بازویت بمیرم. خب اینجا هم داره نشون میده که چشم و ابروی اون معشوق خیلی زیباست، برخلاف اینکه خیلی آدم خشنی هست چشم و ابروش خیلی زیباست و با چشم و ابرو میتونه تیر بندازه به سمت راوی و این هم خیلی دوست داره که جوری دست و پاش بمیره و یه جورایی هر چقدرمون تیر بندازه این باز اون تیر انداختنه رو میپذیره. غم گیتی گر از پایم درآرد، به جز ساغر که باشد دست گیرم. خب اینجا اون دو تا بیت قبلی داشت در مورد یه معشوق خیلی خشن بسیار زیبا داشت صحبت میکرد که این راوی عاشقش شده بود، اما اینجا یهو داره میگه که غم دنیا گیتی منو داره از پا در میاره و فقط میتونم شراب بخورم که حالمو خوب کنه. اینجا یه نکته توش وجود داره و اون نکته اینه که این گیتی منظورش دنیا نیست و این گیتی اسم معشوقه هست، چرا که آدمی که اینقدر قوی بود که در مقابل معشوقه میتونست وایسه هر چقدر تیر بزنه تیغ بزنه هیچ خم به ابرو نیاره، چطور در مقابل غم دنیا مثل نداشتن پول و این چیزا ناراحت بشه و از پا در بیاره؟ بله درسته، گیتی همون معشوق راوی هست و غم اونه که داره این در حقیقت راوی رو از پا در میاره و به جز خوردن شراب و نوشیدن شراب چه کاری میتونه این حال این آدم رو خوب کنه؟ برای آفتاب صبح امید که در دست شب هجران اسیرم. توی این بیت مشخص میشه که هنوز یه چشم امیدی هم به این که یه خبر خوبی توی یه روز پر امید بهش برسه و از آفتاب صبح امید تقاضا داره که طلوع کنه و این رو از این غم خیلی سخت و غم هجران گیتی خانم نجاتش بده. به فریادم رسه پیر خرابات، به یک جرعه جوانم کن که پیرم. خب اینجا شخصیت بعدی رو معرفی میکنه که پیر خرابات هست. پیر خرابات همون ساقی ما هست که این ساقی میتونه بهش یه جرعه از اون شراب رو بده و حالش رو خوب کنه و راوی از این پیر خرابات درخواست کمک میکنه و میگه که تو یه جرعه بهم بده که حالم خوب بشه. به گیسوی تو خوردم دوش سوگند، که من از پای تو سر بر نگیرم. ببینید یه کمی قصه خورد و یه کمی ناراحت شد، بعد دیگه از پیر خرابات یه جرعه شراب گرفت، دوباره حالش خوب شد. یعنی اینکه اینجا دوباره حال راوی خوب میشه و میگه به گیسوی تو خوردم دوش سوگند، که من از پای تو سر بر نگیرم. من به موی تو قسم خوردم که تا آخر عمرم تو غم هجران تو بمونم و بمیرم. خب اینجا باز میبینیم که شاعر دوباره مثل همون دو تا بیت اول حالش خوب میشه، میتونه یه جورایی خودشون نشون بده و اصلا ناامید نباشه و اینا همه نشون دهنده اینه که راوی مشروب رو مصرف کرده و حالش خوب شده. بسوزین خرقه تقوا تو حافظ، که گر آتش شوم در وی نگیرم. بعد از حافظ که یک شخص ثالثی هست این راوی میخواد و میگه که این خرقه تقوا رو آتیشش بزن. خرقه که میدونین یعنی لباس تقوا، یعنی آدمای خوب که هیچ گناهی نمیتونن مرتکب بشن، چون عشق و عاشقی نمیتونن بکنن، نمیتونن شراب بخورن، اینا خرقه تقوا دارن. اما راوی خسته شده از این خرقه تقوا، میده به حافظ این خرقه رو، این لباس رو میده به حافظ، میگه تو آتیشش بزن. من حتی اگه تمام وجودم هم آتیش بگیره نمیدونم چرا این خرقه خودش آتیش نمیگیره،
تو آتیشش بزن حافظ. خب این نشون میده که حافظ توانمندتر از راوی و توان اینکه این خرقه رو آتیش بزنه داره. شاید قبلا حافظ خودش خرقه تقوای خودش رو آتیش زده باشه، برای همین میتونه خرقه تقوای دیگران رو هم آتیش بزنه، ولی راوی این قدرت رو نداره و از حافظ کمک میگیره. خب این غزل هم تموم شد. همونطور که دیدید همه غزل ها معمولا اینطوری شروع میشه که راوی ما که یک شخصیت مشخصی داره توی یه عشق خیلی سخت و هیجان انگیز قرار داره و خودش هم ادعا میکنه که میتونه این عشق رو تا پایان به سر ببره، میتونه تحمل کنه همه اون دردها و رنجها رو، ولی گاهی اوقات هم شکست نمیشه، از پا در میاد و فقط با نوشیدن شراب حالشه که خوب میشه. و این خرقه تقوا رو هم نمیخواد، میگه که این رو تو حافظ برای من آتیش بزن، من خودم حتی اگر خودم هم آتیش بزنم نمیتونم اینو آتیشش بزنم و تو ای حافظ میتونی اینو آتیشش بزن. و از صبح امید کمک میخواد، از پیر خرابات کمک میخواد. پیر خرابات هم یه جور بهش از همون شراب میده و حالش خوب میکنه و دوباره به همون حرفای قبلیش برمیگرده و میگه که من خیلی آدم قوی هستم و به گیسوی تو خوردم دوش سوگند که من از پای تو سر بر نگیرم، یعنی تا آخر عمرم پای تو میمونم و عاشقت هستم و به موهاتم قسم خوردم. خب اینم یه جور رفتار هست، یه جور منش هست که راوی اینطور آدمی هست و حافظم یه آدم قوی هست که مسلماً کسیه که میتونه خرقه تقوا رو آتیش بزنه. پس کاراکترهای مختلفی که توی این شعر بود رو با هم دیگه بررسی کردیم. توی شعرها و توی غزلهای بعدی حتما دوباره با همین کاراکترها روبرو خواهیم شد. منم نمیدونم چه جوری خواهد شد تعبیر و توصیف ما، ولی امیدوارم که شما همراه با ما باقی بمونید. روز و روزگار خوبی داشته باشید.